احترامات دارم خدمت تک تک بیننده عزیز هدف میدیا. خدا کنه همتون خوب و صحتمند باشین. عزیزان قسمی که مرا میشناسین، من سهیلا سلطانی هستم و در برنامه تنها نیستم و همچنان میخوایم براتون یادآور شم چنل ما رو سابسکرایب کنین، در صفحات فیسبوک، اینستاگرام و تیک تاک ما رو فالو داشته باشین. گفتم در برنامه تنها نیستم، مروا جان و ساما جان همکارم هستن. سلام مروا جان، خوب هستی عزیز؟ سلامت، تشکر سهیل عزیز. سلام به خودت و سامی عزیز و به تمام بیننده های عزیز. امید است که خوب و صحتمند و سر حال باشن و از کسان روزگار در حفظ و پناه پروردگار یک تا قرار داشته باشند. و خوش آمدید به یکی دیگر از برنامه‌های ما از طریق چینل هدف میدیا. خرسند هستم که باز هم با دو همکار نازنین در خدمت شما خوبان قرار داریم. سلام سامی عزیز. سلام بر شما، بر سهیلا جان عزیز. سلام و درود دارم بر همه بیننده های عزیز. امیدوارم سال جور و صحتمند باشین و لباس و فت را بر تن داشته باشین. جای افتخارم است که آجی صاحب قیس فقیرزاده در کنار خود داریم. سلام علیکم بر شما، بر تمام مردم افغانستان خود. یک سلام خاص بر کسایی که بر خارج است، در داخل است. آجی قیس فقیرزاده مارگیر آدرس عاشقان عرفان. ما در خدمت هم مردم خود هستیم. اول سوال باشه، پیشنهاد باشه، در هر چیزی که باشه ما در خدمت کل مردم خود هستیم. سلامت باشین. شما خوش آمدید. خدا کنه بخیر آمدید. بخیر باشین. خاص بخیر برین دیگه. امیدوار هستیم. آجی صاحب، از کجا آغاز کردی که مثلا مارگیر شوی و اولین مار که گرفتی چه رقم گرفتی؟ خوب سوال خوبش کردید. از ما کاکای ما بود، پدر ما بود، بابای ما بود. دیگه من خلیفه. شما خاندانی خیلی مارگیر بودید؟ بله، همین خلیفه‌ای که تیر شده. مارگیر خود زیاد است. مدام خلیفه‌ای که تیر شده. خلیفه صاحب رجب بود، خلیفه صاحب سمت بود. دیگه بچه‌هایشان ناصری رسول نامش است. اما سلسله این تا که ما خودمون مارگیر بودیم گرفتیم باز اینا دیگه خودمون. سهیلا جان، ساما جان از مار یاد کردیم. چه خوب است که خود ما رو تشریف بیارین. اما و هم بیننده عزیز. همچنین با بیننده عزیز ما که همون طریقه‌اش هم ببینیم چه رقم شما میگیرین نگانتانه. ما را زیاد دیدیم عادت چیام نیست فرمون که میگه مارگیر بیمار نیست. بیمار نیست خیلی بینیم. مجبورست میاریم. اما جان تو بیارم مارا. خدا خیر کنه سهیلا جان. خیلی قسمت بیننده عزیز میگیم که اگر خدای نخواسته کنم اتفاق افتاد شما بزرگوارتون ما رو ببخشین، حقتان رو ببخشین و همچنین فراموش نکنین که بقیه برنامه‌های چینل هدف میدیا رو بیننده باشین. همچنین در صفحات اجتماعی فیسبوک، اینستاگرام و تیک تاک ما رو فالو بکنین و برنامه‌های ما رو دنبال بکنین. همچنین دوستان عزیز منتظر کامنتاتون هستیم. بخصوص مروا جان در این برنامه 100% منتظر کامنت‌های نازنینتون و مطلوبتون هستیم. سهیلا جان یک دفعه بر ما رو برنامه ما رو عزیز ما خدا خیر پیش کنه. آجی صاحب ما رو دم کنیم که ما رو نگیریم. ما دم کنیم. این نیست شما برای سهیلا جان متوجه است. ما رو بگردم ما که شفافیت دارم. اساسیت همگی ما داریم سهیلا جان. نه ما که دمود کن بگردم ما که شفافیت دارم. نه بیننده های دیدن چون بیننده های شما هم دیدین یکی خوب هر که شب باشه بگیره آدمی نیشش مردم میترسن دیگه ما هم خوش دارم بگیرم خواهد نیشش میترسم ولی آجی صاحب نمیگدم. ما کم میگیم داره که پرورد بشکنیم با خدا اون طرف برم برد سهیلا جان متوجه بیننده های عزیز خیلی دختره چقدر با جرأت چقدر با جرأت به طرف پس خواستم که با اما کنار یکم باید پدرشان نام خدا شد. این دخترکتان هستن؟ دخترکتان هستن فیلش بله نام خدا شد. بیارم موشون از اون طرف فیلا بود. اینو نکنیم خدا. امیر اون طرف کنن آجی صاحب. این هم دیگه ایش هست. یادش از یک خانواده است. بله آردش از یک خانواده. کدامش کلان است؟ اینش کلان است. کمی چاقت است اینش. بیده ایلا میتونی همگی ما این دوسته تربیه بازو میگیره شد بگی ناصر نتر خب آجی صاحب در مورد بسیار مورد مار گپ زدیم، در مورد رنگاش گپ زدیم، انواع کاتگوریاش خودشم دیدیم از همون تو از نزدیک.
اگر کسی را بگذاره اجازه باش چی کنم ما بسیار جای شنیدیم که میگه مراجم گرمیات بخورن بخورن آب گرم و اینا بخورن شما چی توصیه دارید که مثلا چی باید بکنه کسی که ما زودتر از این کمی در اطراف باشه کمی مار کندشه یا گرجم کندشه فقط یک دیسه دانه مرچه بخوره مرچه بخوره بدون از اینکه بگه من تکلیف معده دارم یا ندارم پروا نداره بخوره دیگه همراه نان بخوره یا رقم بخوره که وجودش گرم باشه اگر چیز گرمیانه باشه بخوره و زودتر از دکتر که پیش یک مارگیر صحیح برسانه خوبتر چرا که مارگیر زاریات چه میتونه کشیدن اما دکتر زاریات کشیدن دو پیچکاری است در شفاخانه به خاطر زاریات یک زاریات خمسا میکنه و یکش تسکین دردش خانه که بی همون سوخ و درد چیه تاثیر زاریات شکست خویش هم دیگه کم شوه نیکنه شو هم میمونه زودتر از یک پیش یک مارگیر زودتر برسه باز کسایی که مار بگذه مثلا از اولایت ها باشن باز طریق تلفن میشن از طریق تماس دیگه فهم میدم باز دوستا میگه از طریق تلفن همی کارو کن نظر بلش این شیله خونه نه از طریق تلفن نمیشه از طریق تلفن به این نمیشه که زاریات از رو ما ببینیم که در اگر دستش باشه دیگه قسمتش رسیده یا دیگه قسمتش رسیده خب باید به ما معلوم دار هست که اگه اینجا رو بزنه تو این قسمت میرسانه خدا ببینیم که مار خودش چه رقم بوده و زاریات مار از یار مار خطرناک باشه در ظرف 5 دقیقه این قسمت میرسانه تو باز میفهمین مثلا اما اگر انگشت نوک انگشت نیزده باشه باز دیگه قسمت دیگه شرایط نه یا بفهمید که شخص مار است بازو فهمیده میشه اما دست را که ما ببینیم یا پای را که ما هر جاش کنده باشن اما یک 5 دقیقه 10 دقیقه که تال بخوره بازو فهمیده میشه وقتی که برام مارگیر فهمیده مثلا اگه اینجا رو بزنه تو این قسمت یخ میکنه از این اصول وجود گرم اگر مثلا مار خطرناک باشه اینجا رو که زد در ظرف 5 دقیقه اینجا که این دست یخچال و یخ میشه بعد از مار کبرا دیگه کدام مار خطرناک است بسیار گونس میگن که ما پارسال هم داشتیم گونس بسیار زار خطرناک داره حتی از کبرام که از کبرام که مارش خطرناکتر از زار آقای اینی که اصلا پوست تبدیل میکنن بله اینی هم پوست تبدیل کردن تا حالا یا نه اینی یک جنسش پوست میدن آدم ها یک جنسش با سال به سال پوست میده یعنی اینی هم آدم ها میتونه سال اینی هم کس آدم ها پوست میده اینی هم آدم ها اول دلیلش چی است که پوست میدن همو پوست دادن میرن دیگه پس همی پوستش هست پس همی پوستش میدن مثل که گلسر کناری همی پرش میتکن باز دیگه پر میکشه یا منیتر است کدام نوشان ما به ما پوستشان تبدیل میشه کدام نوشان همی سال به سال لالاسه گونس اونها سندرمار مادما پوست میدن و کبراک است با سال به سال پوست میدن خیلی آجی صاحب من میخوایم که کله ما را شما بگیریم مدام شده بگم میشه یک سامجا دوستا سامجا شاکوری میگن شما یک کمک دیر باشید نه من میخوایم دوری و دوستی دم شخصی نمیگوش نه فقط کلش شما ما کردیم بعد سامجا دتون شما نش داره که فکر بگیریم دوستا خیلی نرم است من میخوایم که باید یک کمک ما رو بگیریم خواهی نگرفت نه من جرات میکنم چون کلش شما کلش بگیرید نزدیک نکنید یا الله خیر بسم الله آخر نشد بسم الله دوستا دید ما را خواستم که دم بشه بگیرم خیلی نرم است یعنی اینیا در داخل شخمانند هستن و در زیر نرم بله اینیا کلش و اینیا میخواین تو مرا بگردن ولی آجی سه بقن کلیش اگر سال ما کم بگیرین دیگه سامجا میبینی خودت وقتی لمسش میکنی یکم عکس العمل از خود نشان میده نه شما کلیش نمیتونه بگیرین دلیلش همین است آجی سه وقتی که سامجا دست میزنن بخاطر که اینا درسش نخوندن عکس العمل نشان میده میبینی سامجا یکم دیرتر شما دیرتر بشینید خب آجی صاحب در مورد زهرش بگوین تا حالا زهر زیر مثلا کشیدین فروخته میشه خارج از کشور در داخل اینجا میشه زاریات سودا میشه اما تا فعلا هم یک کار نکردیم دلیلش چی است که یک نفر هم نامده که سپورت کنه ما یک همکاری میکنیم با شما و یک شرکت جور میکنیم یک فارم جور کنیم که از ما ماهانه چقدر زاریات بگیریم که یک نفر هم نامده و فعلا دیگه خوب هم نیست که ما کار را بکنیم تا فعلا تا که یک جواز صحیح نداشته باشیم از دولت خب در مورد زهرش پیچیدیم خب در همیست که سوال کنیم اگر
قرار شود زهر فروخته شود که طبعا فروخته میشه در کشور خارج میفروشن باز بر چی فایده داره زهر هستی؟ زاریات ازی بر سرطان دواست. تنها بر سرطان بر سرطان است، بر چربی خون است، بر تمام چیز دواست. خیلی خوب. یعنی از گجرم شنیده بودم. بله. از گجرم از زیادتر مردم ها میبر. با شما گجرم هم داری یا تنها ما؟ بله بر روماتیسم میگه فایده داره از گجرم. اما بر تمام چیز فایده داره. شما به امر میگین هم گجرم یعنی تنها مار گجرم غندال. گجرم فعلا نداری؟ نه. مارش خود دیدیم موقع گجرم. دلدار یک چیز متوجه باشم که وقتی که مار در دست عاجزه بس خیلی راحت میباشه، وقتی که ما دستش نخوانیم در دست خود میگیریم خیلی نادان میباشه، میخواد که طرف ما بیاید و از خود دفاع میکنه. از خود دفاع میکنه. گناهیز بیچاره نیست، ما ناقص میترسیم و دست از ما میترسیم. و امروز دستای دید این اولا نمیترسم دیدین آجی شما کشید این دهب کشیش نمیه دستای دید ما اولا نمیترسم کل گرفتم لمسشان میکنم و بازم میخوام که برنامه های دیگر با جیس و با مارهای دیگر داشته باشیم تا وقتی که میخوام بین شما یک کمی که دور باشین که من نمیخوام که مرا بگردن چون من جان خدا زیاد دوست دارم میگه روانشناسا خدا دوست دارم بس ما یعنی با سامجان دیگه نه شما دوست ندارید و انشالله که خوب شد که ما رو در دست گرفتیم بیماری گردن پرت نه گردن نمیپرتم آجیزه میگه شما در گردن پرتم گفتم نه اما قسمم که گرفتیم در دست خود راحت شدیم شما هم یک بار نفس کنید سر جان ما در برنامه دیگه باز میریم آجیزه شما که برو کلیتون سامجان تلفن تربی خب این چقدر نرمه میخواستم که دست مرتب بودن خب آجی صاحب خوبتر از جریان امین سوالم پرسیدم از طرف دولت چطور کدام حمایت نشدین؟ از طرف دولت دولت هیچ وقت ما رو کسی حمایت نکرده دوره کرزای صاحب دوره غنی صاحب و فعلا دولت هم تو کس ما رو حمایت نکرده و هیچ وجه که مثلا بگوی بیا ما باید یک فارم جور میکنیم چی میکنیم هیچ اصلا فعلا همه دولت که بوده در قصه جان خود بوده مسکین یعنی وقت من خوشحال هستم که با آقای قیس فقیرزاده 6 تا ما امروز دیدیمشان یک آرزوی ما بود و امروز از طریق چنل هدف میدیا آمدیم برنامه هم گرفتیم انشالله که آجی همیشه همتون موفق باشین بدرخشین آجی یک سوال دید از من ایجاد شد خانه ما پول قبرستان است در اونجا ماره خیلی کوچک و سبز پیدا میشه خیلی تیز اونا ماره سبز خیلی تو لشم هستن یعنی تو چی نداره فقط لشم هستن جنسیت شما رقم می باشه ماره قبرستان هم سبزک می باشه خورتره زیاد باز کلان نمیشه چرا که مردم زیاد میره یک نفر میزنه میکشیشه اگر ما باشه اون کلان میشه فکر در افغانستان کشور غریب است یا پیشتر این گپ اشاره کردیم که به حساب زاریات و این حال تو نفر نیست که یکی را حمایت کنه ما نمی‌تونیم شخصا ما باشیم که ما را حمایت کنه که ما یک فارم جور کنیم از زاریات تولید کنیم افغانستان مسکین کشور غریب از گاو فینش مقام میکنه اگر کشور پیشرفته باشه بسیار زیادترین زاریات از افغانستان میشه با فروش برسان میشه دقیقاً انشالله که کشور ما یک روز به این مقام به این منزلت میرسه یک مسئله که در بین کل خانواده ما مثلا میگه مادر ما مثلا میگه که ما این وقت خود میشه به یک حیوان بزرگترش تبدیل میشه باز ما را میگه وقتی کلان میشه باز بر اجدار تبدیل میشه این واقعیت داره نه کلان میشه دیگه اجدار نمیشه یعنی به اندازه اجدار نمیشه اجدار بیخی نسل دیگه اصلا نسل اجداری نیست فعلا خو نیست یعنی سابقه که مثلا قسم میکنه مادر کلان نمیشه خب مروا جان ساما جان کم کم دیگه میرسیم برنامه به پایان میرسه با اجازه آجی صاحب دیگه کم کم به لحظات آخر برنامه میرسیم خدا کنه شما از برنامه ما لذت برده باشین ما گشت ترس هم داشتیم هیجان هم بود کل یک برنامه متفاوت ترس و هیجان ایجوش بود بخیر خب عزیزان چنل ما رو سابسکرایب کنین در صفحات فیسبوک و اینستاگرام و تیک ما رو فالو داشته باشین و همچنین منتظر کامنتاتون هستم لایک و شیر یادتون نره سلامت باشید تشکر عزیزان دل تا این دم با ما همراه بودین تا برنامه بعدی که باز هم ما 3 نفر در خدمت شما قرار میگیریم همگیتون به پروردگار یکتا میسپاریم بس میگه سایلا جان گفت سابسکرایب لایک و کامنت را فراموش نکنین و همچنین چینل هدف میدیا رو سابسکرایب تا دیدار بعد بدرود خدا حافظتان خوش باشه